وقتی صحبت از اجرای تمیز و حرفه‌ایه، جزئیاته که تفاوت رقم میزنه. اینجا قراره یه پنل روشنایی جدید نصب بشه، اما نه یه نصب معمولی. اجرای دقیق و چشم‌نواز. با استفاده از شابلون محل دقیق مشخص میشه. با فرز انگشتی برش تمیز و حرفه‌ای انجام میگیره، بدون لب‌پری، بدون بی‌نظمی. لبه ها سنباده میخورن تا نصب کاملا فیت و بی‌نقص در بیاد. پنل روشنایی جدید دقیق و تراز سر جاش میشینه، محکم و تمیز و حرفه‌ای. اما زیبایی کار اینجاست. یه تیکه از کاشی‌های دیوار دقیق برش میخوره، روی پنل روشنایی قرار میگیره. نتیجه یه ظاهر هماهنگ و لوکس، انگار از اول همینطوری طراحی شده. این تفاوت کار تمیز با کار معمولی. کار تمیز یعنی احترام به جزئیات. اگه از این سبک ویدیو خوشت میاد حتما پیج منو فالو کن.